میگم هیچ کسی به ما مسیر رو نشون نداد. از هر کی هم سوال پرسیدیم کدوم وری بریم ما رو گم و گور کردن. ما همه چی رو خودمون با آزمون و خطا یاد گرفتیم. خدا رو شکر بدهکاری کسی نیست. میگم هر کی از ما بدی دیده فاکتورشو بیاره. ما هم خوبیام رو میکنیم. اگه داشت حسابشو ببنده، اگه نداشت دهنشو ببنده. میگم نون دلتون رو بخورید، شاید دیر بشین ولی چشمتون به دست کسی نیست، چشمتون به زندگی کسی نیست. برکت داره اینجوری.